در این ویدیو قرار نحوه دیپ اکسیویشن رو بهتون نشون بدم. حتما قبل از دیدن این ویدیو و پست قبلیم رو نگاه بکنید. خب برای دیپ اکسیوب کردن ابتدا داروها و تجهیزاتی که ممکنه بعد از اکسیوب منجر به اینتوب مجدد بشه رو ما باید آماده بکنیم. برای این کار بیمار باید تو حالت بیهوشی عمیق باشه که مینتیننسی که در طی عمل میگرفته رو تا آخر عمل حفظ میکنیم، اما با تنفس خود به خودی. اینطوریه که تمام گازها رو میبندیم، اکسیژن رو 100% میکنیم، ایروی اگر نذاشتید حتما ایروی بذارید، سپس ساکشن میکنیم. دقت بکنید که بیمار در حالت بیهوشی عمیق هست و وقتی که ساکشن میکنید هیچ واکنشی نشون نمیده. دستگاه رو به حالت دستی در میاریم و تنفسش رو چک میکنیم. قبل از ریورس زدن حتما دقت بکنید که یک ته نفس داشته باشه، نه اینکه آپنه کامل باشه. بعد که ریورس رو زدیم، کاف رو خالی میکنیم و بگ رو به نشونه دم دادن کامل فشار میدیم و بعد لوله رو خارج میکنیم. و بعد هم ماسک میگیریم. چون بیمار در حالت دیپ هست حتما نیم ساعت در پکیو باشه تا کامل هوشیاریش رو به دست بیاره و بعد به بخش انتقال بدید. حالا شما تو کامنت ها به من بگید که در موقع اکسل LMA چه کار میکنیم. لایک و کامنت یادتون نره و حتما برای دوستاتون هم بفرستید که لازمشون میشه. در پست بعدی در خصوص اویک اکسیویشن صحبت میکنیم.